معرفی تیشرت همقیمت خونه‌های نیاوران. تیشرت کروکودیل از برند هرمس. این تیشرت از پوست کروکودیل ساخته شده و قیمتش حدود 5 میلیارد و 200 میلیون تومنه. تیشرت سوپرلیتیو لاکچری دایمند. این تیشرت از 16 تا الماس یک قیراطی ساخته شده و قیمتش حدود 22 میلیارد و 800 میلیون تومنه. تیشرت وینوود کاندو از برند دیزل. این تیشرت همراه یک آپارتمان به شما تعلق میگیره و قیمت حدودیش 312 میلیارد تومنه. تیشرت دیمین هرست که به خاطر امضای این هنرمند مشهور معروف شده و قیمتش هولوش 18 میلیارد و 500 میلیون تومنه. تیشرت هوم که به خاطر هنرمند مشهور به نام جان لنون در دهه 70 معروف شد و این تیشرت در حال حاضر هولوش 900 میلیون تومان قیمتشه. هرچند پوشیدن این تیشرت ها پوز نیست، سبک زندگیه، ولی سوالم اینه شما اینقدر پول داشتی این تیشرت ها رو میخریدی یا آخرین مدل پورشه؟